سلام عزیزای دل، سلام مجدد به تمام شما خوبان و دانشپروران عزیز. دوستای عزیز، به خاطر از اینکه ما در زبان انگلیسی جمله که میگیم یا با یک نفر وقت حرف میزنیم به انگلیسی، به منظور از اینکه بتونیم درست اما هدف خود برسانیم به مخاطب خود، باید بیایم بفهمیم که جمله که ما میگیم یا حرفی که میزنیم از کدام اجزا تشکیل شده، تا اینکه بتونیم درست منظور خود و یا دقیق منظور خود به مخاطب خود برسانیم. و به این خاطر من امشب براتون ویدیو رو درباره اجزای تشکیل دهنده جمله براتون ویدیو پر میکنم تا اینکه شما هم بهتر بفهمین که چگونه به مخاطب خود جملات و کلمات ترتیب کنن تا اینکه منظورتون دقیق به مخاطب برسانه. خب دوستان عزیز، به خاطر از اینکه هم جمله ویدیوی قبلی براتون دوباره یک تکرار شوه و همین که درس امشب بتونیم خوب واضح یاد بگیرین و میام از جمله ویدیوی قبلی براتون استفاده میکنم و تا اینکه براتون بهتر روشن شود. در ویدیوی قبلی اگر یادتون باشه دوستان عزیز، ما خوانده بودیم که I am upset with Sarah. خب اگر یادتون باشه دوستان عزیز، ما در ویدیوی قبلی این جمله رو خوانده بودیم I am upset with Sarah. ما در رابطه با این گفتیم که بعد از upset وقتی یک انسان میه ما کدام کلمه رو یا پروپوزیشن یا حرف اضافه رو میتونیم اینجا استفاده کنیم که اون کلمه with بود. خب دوستان عزیز، من میایم از طریق این جمله رو براتون روشن میکنم که یک جمله از کدام اجزا تشکیل شده. دوستان عزیز، اولین چیزی که ما در جمله استفاده میکنیم subject pronoun است. subject pronouns. subject pronoun دوستان عزیز یا ضمایر فاعلی. و دیگه am داریم، am to be verb یا افعال بودن. و دیگه upset است که upset هم adjective است، صفت. this هم که پیشتر براتون گفتم preposition است، حروف اضافه. preposition. و ساله رو هم میفهمیم که تمامتون میدانن اسم است یا noun. و دوستان عزیز، یک جمله وقتی ما در زبان انگلیسی میخوایم به کار بگیریم یا به یک نفر بگوییم یک جای بنویسیم، این از این اجزا تشکیل شده: subject pronoun, to be verb, adjective, preposition و noun. که subject pronoun رو گفتیم ضمایر فاعلی است که جایگزین اسم میشه همیشه، و to be verb است افعال بودن است که حالت ما نشان میده، و adjective است صفت است که ما کدام صفت در رابطه با اینکه چی استفاده میکنیم ما میتونیم از روی این باز یک صفت اضافه کنیم. و این که preposition ها هستند یا حروف اضافه و noun و یا اسم. خب دوستان عزیز، به خاطر از اینکه ویدیو امشب خیلی براتون طولانی نشه و خسته کننده نشه، ما نمیم در رابطه تمام از اینا براتون تشریح نمیکنم و فقط میایم روی subject pronoun اینجا امشب بحث می داشته باشیم. subject pronouns. باز بخیر در ویدیوهای بعدی در رابطه باز to be verb, adjective, preposition ها و noun ها هم براتون حتما درس می داشته باشیم تا اینکه شما بهتر تمام از اینا رو بفهمید. و دوستان عزیز، در رابطه با subject pronoun ما در زبان انگلیسی یک تعریف کوچک داریم که میگه subject pronoun is a word that replaces a noun and acts as the subject of a sentence. و در زبان عامیانه دری خودم اگر براتون بگم، گرچه من مطمئن هستم تمامتون در مورد ضمایر فاعلی خواندن رو میفهمن، اما بازم تا اینکه اینجا براتون واضح شود، ضمایر فاعلی ما با کلمه گفته میتونیم که در جمله ما جایگزین اسم شود و نقش فاعل یا کننده کار در جمله ما بازی کنه. که subject pronoun ها در زبان انگلیسی به 7 نوع است دوستان. 7 نوع متشکل از I, we, you, they, he, she و اینا از انواع subject pronoun ها. اینا همیشه در جملات جایگزین اسم میشه که I من میشه، we ما میشه، you تو یا هم
شما میشن. they آنها میشن. he او مرد یا او بچه. she او خانم یا او دختر. اتم او شی. ما میایم براتون یک چند مثال ساده براتون کار میکنیم دوست عزیز دیگه بر شما بیشتر روشن شه به این که چگونه اینا رو استفاده کنیم در جمله. خب ما این مثال میتونم براتون که I am a student. در we داریم مثال میگیم که we are happy. در you مثلا داریم که you are kind. They are friends. He is my friend. She is sad. But it's a nice cat. It is a nice cat. و این بود انواع subject pronoun دوست عزیز. و همچنان نگفته نمونه دوست عزیز که subject pronoun ها همیشه در اول جمله میاد. این همیشه متوجه باشید. خب دوستای عزیز این بود از subject pronoun. ما تعریفش خواندیم هم به انگلیسی هم به فارسی. انواعش خواندیم که به 7 نوع بود. I, we, you, they, he, she, it. و همچنان خواندیم که یک جمله از کدام اجزا تشکیل میشه که گفتیم subject pronoun بود، ضمایر فاعلی، to be verb افعال بودن، adjective بود صفت ها بود و preposition حروف اضافه بود و noun یا اسم. دوستای عزیز این بود درس ویدیوی امشب ما. خب حالا شما بیاین در کامنت بر ما یگان هم به فارسی و هم به انگلیسی هر چیزی که در ذهنتون میاد که این استراکچر جمله را استفاده کرده باشین که هم subject pronoun در جملهتون استفاده کرده باشین، to be verb استفاده کرده باشین و همچنان adjective، preposition و noun. بر ما بیاین هم به فارسی و هم به انگلیسی یک چند جمله بنویسین که ببینم شما چقدر از این ویدیو برداشت خوب داشتید. خب دوستکای خوبم شما را تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی به خدای پاک میسپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگارتان.